پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت سرور دولت جناب دوانی محترم امام علی رحمان، ما ساکنان شهر خارخ و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان از سنه‌های 25 تا 28 نوامبر سال 2021 با حس مسئولیت بلند شهروندی با طلبات نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم جمع آمده در میدان اسماعیل سامانی شهر خارخ با مقصد به اعتدال آوردن وضعیت سیاسی و صلح و ثبات در شهر خارخ علاقمند به قضیه صحنه 25 نوامبر سال 2021 در دهه تقدیم نوعه روشقلا جان و سلامتی خود را در خطر گذاشته با محاکمه و بررسی طلبات‌های مردم و حکومت کار را شروع نمود. زیرا در آن روزهای مدهش یگان نماینده رسمی حکومت از جمله رئیسان محله ها، وکیلان مردمی، رئیسان شهر خارخ و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان به نزد مردم جمع آمده نبرآمدند. مقصد مراجعت ما به عنوان شما وابسته به وضع سیاسی اجتماعی در ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. حالت کار چنین است: وضعیت در شهر خارخ از سال 25 نوامبر سال 2021 که عملیات اپراتیوی جستجویی برای دستگیر کردن شهروند زیابکوف گلبدی در دهه تقدیم نوعه روشقلا گذرانیده شد و در نتیجه آن نامبرده به قتل رسانیده شد. 2 نفر دیگر زخم برداشتند و مردم به طور استخیابی وابسته به این واقعه در زمینه هیجان در میدان اسماعیل سامانی شهر خارخ جمع شدند. در تظاهرات 17 نفر در نزد مقدسات ملت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، نشان دولتی جمهوری تاجیکستان و مجسمه اساسگزار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی از تیر یراق و آتشفشان کارمندان مقامات‌های قدرتی زخمی شدند و 2 نفر از آنها به هلاکت رسیدند. عین زمان فقط مسئله جوابگری برای لطوکوب کارمندان مقامات‌های قدرتی و بریدن درختان که در زمینه واقعه‌های رخ داده به وقوع پیوسته بودند برای مانده شده و برای جوابگری 2 نفر کشته شده و 15 نفر شهروندان از تیر یراق زخمی شده سخنی نیست. با پرونده جنایتی عاید به قتل رسانیدن شهروند زیابکوف گلبدین و دیگر شهروندان تفتیشات از 30 دکامبر سال گذشته تا به امروز موقتا موقوف گذاشته شده است. خلق تحمل پذیر بدخشان تمام مشکل ها را به سر بلند می گذرانند و حکومت را همطرفه جانبداری و دستگیری می نمایند. مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان به حال امکانیت های موجوده حکومت جمهوری تاجیکستان در آمده است، از آن جمله گرانترین نرخ محصولات خوراکواری و بازار در عموم، گرانترین نرخ برق و مواد سوزشواری، بلندترین سطح بیکاری، ویرانترین راه‌ها نسبت به دیگر مناطق‌های وطنمان عرض وجود دارد. اما روی راست و به اساس مردم آسایشته را پراندن و از طرف مقامات‌های قدرتی با هر حقوق ویرانکنی نچندان وزنی داغدار سودی نمودن جوانان، بدنام و سیاه نمودن مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان در عموم از طریق وسایل اخبار عامه، فشارآوری به کارمندان ساحه معارف، تندرستی، صاحبکاران، دانشجویان و دیگر طبقه های جامعه در عموم از همه چهارچوب طاقت پذیری و تحمل پذیری گذرانیده و برآورده شده. صلح و وحدت، تنجی و امانی جامعه و دولت، متحدی ملت تاجیکان، یک پارچگی وطن عزیزم که این ارزش‌های بی‌بها را شما اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، سرور وطنمان محترم امام علی رحمان با فداکاری‌ها و جانبازی‌ها برای ملت آوردن صلح برای خلق تاجیک کار آسان نبود
ولی شما جناب عالی صلح را برقرار کردید. نگاه داشت صلح باشد، از آوردن آن هم وزنین تر است. در حال حاضر مقامات های دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و ساختارهای قدرتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تمام کارهای را که انجام دادند با آرامی و صلح و ثبات در مقیاس تمام وطن عزیزمان خللدار می نمایند. از یک ماه زیاد شد که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از اینترنت محروم هستند. تلویزیون بدخشان باشد فقط بغیر از فشارآوری و سیاه نمودن ساکنان شهر خارق و ولایت مختار کوهستان بدخشان در عموم دیگر کاری ندارد. در مجلس های هر روزه مقامات های دولتی از اول ماه ینور سال جاری تا به امروز همه راهبران شهر و ناحیه ها برآمد کرده مردم را به تعلقه و احساسات می اندازند و با چنین رفتار خود تمام زحمت های شما را که برای سرجمی ملت و وطن کرده زیر سوال می مونند. راهبران اداره و مؤسسه ها که وابسته به کار هر روزه خود باید در بین مردم باشند، ولی متاسفانه در چنین روزهای مشکل هم بین مردم نیستند. فقط از تلویزیون بدخشان برآمد کرده اخوا انگیزی را برای گذاشتند و خلاص. مردم باشد از تماشای برنامه های یک طرفه تلویزیون بدخشان بیزار شدند. چنین روند کار به آن آورده رسانیده است که بعضی آدمان کلانسال به بیماری فشار خون، بعضی باشد از کار رانده شدند، بعضی دیگر زیر تعقیب و ملامت مردم قرار دارند. از شبکه های تلویزیونی دولتی دیده ایستاده ایم که در دیگر مناطق وطنمان بعد از پیام شما محترم جناب عالی پیاده نمودن هدف چهارم استراتژی ملی صنعت کنانی برای مانده شده است. از آن جمله بنا نمودن دهها کارخانه ها و انشاءات های صنعتی، اما از درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد فقط جنایتکاری، جمع‌آوری سلاح، فشار آوردن به مردم روانه کرده شده است. قابل قید است که طبق برآمد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر در مجلس جنبسته سالانه در طول 10 ماه آخر سال 2021 322 عدد سلاح آتشفشان، 34 دانه اتومات کلاشنیکوف، 2 دانه گرانتومیات، 4 دانه مینومیات و 63 دانه پیستولت و غیره مصادره کرده شده است که صاحبانشان به خلق معلوم نیستند. بنابر چنین حالت کار ما خلق صلح پرور بدخشان، طرفداران سیاست صلح جویانه شما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرور کشورمان امام علی رحمان، با یک امید به شما مراجعت و خواهش می نماییم که مسئله وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را زیر نظارت قطعی خود قرار دهید. از توجهتان سپاسگزاریم. با احترام صمیمی نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان.